درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه خورشت بامیه درست کنیم. خورشت بامیه یکی از اون خورشتای پرخاصیت، یعنی بامیه از اون موادیه که میدونید که کلی خاصیت داره. خورشتش هم که طعمش فوق العاده است. تا آخر ویدیو کنار من باشید، ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. بریم با هم این غذای خوشمزه رو درست کنیم. دوستان برای درست کردن خورشتمون من میخوام با 4 تا تیکه ران مرغ این خورشت رو درست کنم. من حدود 5 تا قاشق غذاخوری روغن مایع ریختم توی ظرفم، بهش یه قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. نگاه کنید دوستان، من گذاشتم روغنم یه مقدار گرم شده. زردچوبه رو که اضافه کردم، حالا مرغام رو میذارم سرخ بشه. کامل دو طرفش رو سرخ میکنم، با حرارت بالا سرخ میکنم مرغمو که آب نندازه زیاد. حتما در ظرفتون رو بذارید که روغن نپاچه روتون. مرغامو سرخ کردم دوستان، گذاشتم کنار. حالا یه دونه پیاز متوسط رو ریز خورد کردم. تو همون روغن من استفاده میکنم، از همون روغنی که مرغو سرخ کردم توش. حالا اجازه میدم پیازام سبک بشه. پیازام که تفت خورد، 2 تا حب سیر رو رنده کردم، بهش اضافه میکنم. در حد چند ثانیه تفتش میدم که عطر سیرا بلند بشه. 2 تا قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنم بهش. در حد اینکه خامی ربم گرفته بشه تفتش میدم. حدود 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه کامل رب رو تفت بدید. توی این مرحله بهش نمک اضافه میکنم با فلفل قرمز. نمک 1 قاشق مربا خوری، فلفل قرمز 1 قاشق چای خوری. در حد اینکه عطر فلفلم بلند بشه اونم تفتش میدم. حالا دیگه 3 تا لیوان بهش آب اضافه میکنم. از 1 لیتر کمتر آب اضافه کنید. حالا نگاه کنید دوستان، من درش رو میذارم، اجازه میدم این سوسی که آماده کردم جوش بیاد. سسم که شروع کرد به جوشیدن، مرغایی که سرخ کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. حرارت رو کم میکنم، درش رو میذارم توی این مرحله خورشتم نیم ساعت بپزه. دوستان نیم ساعت گذاشتم، خورشتم در حال پخته. گفتم نیم ساعت پخت اولیه داره. حالا توی این مرحله میخوام بامیه ها رو آماده کنم. بامیه هامو گرفتم، نکن 250 گرم بامیه دارم، پاکشون کردم. زیاد از ته نزنید ته بامیه هاتون رو. حالا این بامیه ها رو جدا توی روغنی که از قبل ریختم توی مایتابه گرم شده، اندازه 3 تا قاشق غذاخوری روغن مایع ریخته بودم تو مایتابه. حالا میذارم، زیاد با قاشق همش نمیزنم که حالت لزجی بامیه ها در نیاد، همون لعابی که داره زیاد در نیاد. اجازه بدید یه طرفش سرخ شه. بیشتر با حرکت مایتابه سعی کنید سرخش کنید تا موقعی که یه مقدار رنگش تغییر پیدا کنه. حالا نگاه کنید دوستان، بامیه هام تفت خورد، یه گوشش رو خالی میکنم. 1 قاشق مربا خوری سرپر من اینجا رب دارم، رب گوجه، اینو تفتش میدم کنار بامیه هام. حالا بامیه ها با ربی که تفت داده بودم رو به خورشتم اضافه میکنم. ربو به خاطر این بهش اضافه کردم که رنگ خورشتم شفاف بشه. توی این مرحله بهش من یه مقدار همیشه رب اضافه میکنم که رنگ خورشتمون بهتر بشه. بامیه چون زود میپزه حدود 20 دقیقه زمان میبره. البته بامیه دیرپز هم هستش، اگه مطمئنید که بامیه‌تون دیرپز هست زودتر این کار رو انجام بدید یا حتی با مرغا بریزید. ولی اصولا بامیه چون زود میپزه 20 دقیقه آخر همیشه اضافه میکنیم بامیه رو.
حالا بعد از اینکه اینو اضافه کردم، بامیه ها رو اضافه کردم، 6 تا حبه سیر رو من نگاه کنید به صورت حلقه خورد کردم. این کاملا سلیقه‌ای هستش دوستان، فوق العاده خوشمزه میکنه خورشت بامیه رو سیر، ولی میتونید که استفاده نکنید. میگم سلیقه‌ای هستش. بهش اضافه میکنیم دیگه. حالا درش رو میبندم، اجازه میدم حسابی بامیه ها بپزه. میگم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان میبره حسابی بپزه و جا بیفته خورشتمون. دوستان خورشتم پخت آماده شد دیگه، مرحله آخر هستش. میبینید حسابی جا افتاده خورشتمون. توی این مرحله من بهش اندازه 2 تا 3 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه میکنم. بعد بسته به ذائقتون و سلیقتون میتونید 1-2 تا قاشق غذاخوری به خاطر خوش رنگ تر شدن و خوشمزه تر شدن زعفران هم اضافه کنید. من 2 تا قاشق غذاخوری به زعفران دم شدم اضافه کردم دیگه. بعد از این مرحله اجازه میدم 2-3 دقیقه دیگه قل بزنه دیگه. تموم شده، خورشتمون آماده است. سیرش رو خاموش میکنم بعد از 2-3 دقیقه. بعد یه توضیح بدم دوستان، این خورشت بامیه که من درست کردم خورشت بامیه عربی نیستش. خورشت بامیه عربی متفاوته و با تمر هندی درست میشه. بفرمایید دوستان، خورشتم ریختم تو ظرف کنار پلو زعفرانی. فوق العاده است دیگه این خورشت، من دیگه ازش تعریف نکنم. امیدوارم درست کنید تا فصل بامیه هستش. حتما از تمرین از زیرش لذت میبرید، مطمئنم. اسم منم هنگامه است. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. سابسکرایب بکنم یادتون نره. نظراتتون رو کامنت کنید. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگه رو میبینیم.